علیکم داملای محترم، از شما خواهش دارم که همین سوال مرا جوابش را گردانید که در ماه شریف رمضان خوردن تخم درست است یا نه؟ ایرا دائم سوال میکنند. البته درست است، در ماه رمضان خوردن تخم یگان ضرر زیانی ندارد، مگر عزیزان ما و شما را همین دلیل نادرست گفتنش هم همین بود است که اینکه از بس که خیلی قوتناکی تخم که بلند است و آدم را روزی دراز گرسنه نمیماند و انسان مشقت روزه را که کشیده نمیتواند، از این خاطر گفتن خوردن تخم نادرست است. یعنی رمضان باید که مشقت داشته باشد، رمضان باید گرسنگی داشته باشد، انسان نفسش باید به سوی طعام و به سوی آب چکار کند؟ میل داشته باشد و از ترس خدا به سوی طعام و شراب که نزدیک نمی شود. این بهترین روزه هست. لیکن وقتی انسان تخم میخورد از قسم سحر، دیگر تا بیگاه وی گرسنه نمیماند، وی حس هم نمیکند که روزدار هست یا نه. اگر شما تقوا کنین گویین که ما بلکه مثال دیگر طعام میخوریم تا که گرسنگی را حس کنیم، اینش کار شما هست. لیکن خوردن تخم در رمضان هیچ ضرر زیانی ندارد. چند دانه ای که میخورین خوردن گیرین.